برنامه جمع. برنامه جمع امکان می‌دهد که از عددی انتخاب کرده تا آخر عددی انتخاب شده جمع آنها را نشان دهد. مثلا اگر استفاده برنده عددی 5 را انتخاب کند باید سوم عددهای از 1 تا 5 به اکران برآورده شود. کد برنامه که در کامپکت دیسک وجود دارد می‌گشاییم. کد برنامه سوم را می‌بینیم. در قسم اعلان کننده گلوبالی اپشن اکسپلیسیت را داخل نمایید. کد زیرین را برای پروسیدور CMD exit کلیک داخل نمایید. کد زیرین را برای پروسیدور CMD sum it کلیک داخل نمایید. کد زیرین را برای پروسیدور VSP num change و بعد کد زیرین را برای پروسیدور VSP num scroll داخل نمایید. و در آخر لایحه را نگاه دارید. چی طور برنامه سوم کار میکند؟ در برنامه سوم цикл for کار فرموده می شود برای جمع کنی عددهای از یکم تا انتخاب شده. کد پروسیدور CMD sum it کلیک. این پروسیدور در وقت پخش کردن به تکمه جمع کنی اجرا می شود. در پروسیدور تو تغییریابنده ها اعلان کرده شده است E و R. با واسطه цикл for جمع اجرا کرده می شود. 1 جمع 2 جمع 3 و غیره. در نوبت اول نتیجه R با 0 برابر است. بعضی برنامه نویسان در چنین حالت سطر R برابر 0 را همراه می کنند. ضروریت در این نیست. اما کد برنامه در وقت خواندن فهمو می شود. اپراتور آخرین پروسیدور خاصیت تکست میدان متنی نو تجدید می کند. با این خاصیت معنای بخشاینده تغییریابنده R بخشیده می شود. کد پروسیدور VSP num change. پروسیدور زیرین در نتیجه تغییریابی حالت گواهکش در تسمه تبدیلی VSP num اجرا می شود. پروسیدور با خاصیت کپشن اتیکت که LBL num با سطر تبدیل یافته معنای عددی خاصیتی value تسمه تبدیلی VSP num را می بخشد. کد پروسیدور VSP num scroll. پروسیدور VSP num scroll در وقت اجرای حادثه scroll برای الیمنت VSP num اجرا می شود. یعنی که در پروسس بتنفس جایگزین کنی گواهکش. اپراتور یگانه پروسیدوری که VSP num scroll را جمع می زند VSP num change که اتیکت که تبدیل یافته معنای عددی خاصیت value تسمه تبدیلی VSP num را می بخشد. اکنون برنامه سم را به کار فرموده می بینیم که او چطور کار می کند.